فتوحی. امیر رفاعی سید خان سلام علیکم. روز شما رو بخیر. خیلی خوش آمدید. شما سلام عرض ادب خدمت شما و همه خانم مهریهای عزیز در خدمت شما هستم. زنده خدمت زمان قرار چی یاد بگیریم؟ امروز قراره کیک باقلوای نارگیلی. برای شروع ابتدا باید عمل شهد آماده بکنیم. تمام مواد شهد با هم دیگه ترکیب کنیم، روی حرارت گاز قرار دهیم تا کاملا همین شکر داخلش حل بشه. یه جوش بخورده کافی است. عزیزان در زعفران خساست نکنند و چون عطر بی‌نظیر کیک برای زعفران و گلابی است که داخلش نه و هل. من چند تا دانه هلم داخل شربت دویدم و تخم مرغ 4 عدد داشتیم با شکر با همزن زنیم تا همین مواد کاملا رنگش روشن بشه و حالت پفکی پیدا بکنه و سبک باشه. چون همزن روشنه من بعد صحبت چون همین کیک یه طعم سنتی داره، اما وانیل داخلش استفاده نکنیم و طعم دهنده و عطرش از گلاب و زعفران است. من وسط کار گلاب بهش اضافه کنم و دوباره شروع کنم به هم زدن. وقتی بر شکالت پفدار و رنگش کرم رنگ باز، من زعفران بهش اضافه کنم، یه مقدار هم زنم. شیر داشتیم. عزیزان هم کره حیوانی تند استفاده بکنند، هم کره گیاهی فرقی نکنه. طرف کره ذوب بکند با روغن مایع. من ذوب نبودم، به دمای محیط که فرسه یه حالت نرم داره من بهش اضافه کنم. همه کره گیاهیه؟ نه، کره حیوانی من استفاده بکنم. بله. چون که همین مواد داخلش کره داره، از اون سعی بکن تمام مواد اولی به دمای محیط فرسه، یعنی سرد و یخچالی نباشه. و پودر نارگیل هم برای عاشقان که نارگیل دوست داره. نارگیل بله. خب در قسمت به همزن احتیاجی نداریم، باید با دست هم بزنیم. آرد و بیکینگ پودر و پودر هل ارزان با هم دیگه ترکیب کنیم و یک بار الک کنیم و در 2 مرحله به این مواد اضافه کنیم و با مفتول دستی هم بزنیم. دمای فر هم دمای 180 درجه به مدت حدوداً 35 تا 40 دقیقه اجازه دهیم این مواد کاملا پخته بود. وقتی از فر و بیرون به شکل مربع یا لوزی برش دهیم و شربتی که خنک بوسته بهش اضافه کنیم و کاملا اجازه دهیم خنک با حدوداً چند ساعت داخل یخچال قرار دهیم و بعد تنیم برای سرو آماده بکنیم. بله. من الان قالبی که برای کیک در نظر بگرفتم قالب 20 در 30 است. کفش کاغذ روغنی قرار بدم و همین مایه کیک داخلش بکنیم. و چطوری متوجه بشیم که حالا کیک داخل کاملا تکنیک چوبالا؟ بله حلال. بله دقیقاً. روش که پخته به کاملا مشخص است. یه لایه طلایی خیلی کم رنگی روش قرار گیره و تنین با خلال هم تست بکنیم. اگر کاملا پخته بود همین خلال سالم یعنی تمیز بیرون با ما، یعنی همین کیک کاملا پخته بود. داخل فر قرار دهم، دمای 180 به مدت 25 تا 30 دقیقه کاملا پخته بود. خیلی خالیه. خانم فتوحی جا خیلی تشکر بکنیم. خانم ممنون بابت هم آموزش هم تهیه. خواهش کنم میشه جان شما. نکته این نه بشنویم. اما الان کیک پخت بودیم در هر فاصله کم عزیزان میدونین چقدر راحت کیک پخت به. من شربت هم بهش اضافه بودم و الان برش دارم. اجازه دادم کاملا که خنک ببوس بعد از ظرف جدا کنم. عزیزان با همین قالبم تنها داخل یخچال قرار منی بله کاملا باید خنک بود. چون الان بخواد از قالب جدا بکنه خرد به باید حداقل چند ساعت داخل یخچال قرار بده تا کاملا خنک بود و بعد تنها سرو بکنه. خب نکته اگه نبیشتر اگر که نه خیلی راحت و آسان تهیه به نوش جان شما.